عروس خانم خودش با همین یه دست لباس. بهتره که آقا همه چی رو بدونن. باید بدونن که مریم جهاز محازی نداره که با خودش ببره خونه شوهر. دیدی باز میگه جهاز نداره. مگه پدر خدا بیامرزش وقتی میخواست بره مکه خونه و زندگیشو نسپرد دست شما؟ چرا سپرد دست من؟ وکالت رسمی هم بهم داد. اما خدا بیامرز تا خیره تو قرض بود. منم خونه و اساس اینجا رو خودم برداشتم، با پولش قرضاشو ادا کردم که حجش قبول بشه. بدکاری کردم. ببینم یعنی حالا این خونه مال شماست؟ بله که مال منه. یه قسمت از جهاز دخترمه. بالاخره اینم 4 روز دیگه باید بره خونه شوهر. من چه نمیتونم حق این دختر بی مادر رو به شما ببخشم. درست میگم آقا؟ والا چی بگم، من زیاد وارد قضایا نیستم. میدونی چی زنده داشت، من رفتم درباره این آقا تحقیقات کافی کردم. ایشون مرد محترمی هستن، مدیر عاملی یه شرکت تجارتی هستن. به یک همچین شخصیتی نمیشه دروغ گفت، چون طرح که موضوع رو بفهمن دودش تو چشم خودتون میره. بابا دختر چیزی نداره ببره خونه شوهر. اینو رو کراس به آقا بگو، خیال ایشونو راحت کن. اصلا بذار حقیقت مطلب و صاف و پوسکنده خودم براتون میگم. برادر من به مرگ طبیعی نمرد، از ترس طلبکارا رفت مکه خودکشی کرد. تو داری دروغ میگی، مثل سگ دروغ میگی. پیر مرد خدا نشناس. وای قلبم چی شده مامان جون؟ خدا مرگم بده. مادر جون چی شده؟ یکی مسئله خدا بره دواشو بیاره. خودم میرم میارم. پس من مرخص میشم، یه روز دیگه خدمت. طور میل مبارک. مادر جون کاری نداره مریم جون. فعلا که من بنده خیلی متاسفم که این وقت پیش شد. مهم نیست، خودتون ناراحت نکن. خدا خوش آمد. خدا نگهدار. خدا نازی جون راهنماییشو کن. چاش بابا. مادر جون چشتو وا کن. مادر چشتو وا کن. بیا خانم جون اینم دوا. سرتو بلند کن مادر، سرتو بلند کن. دواتو بخور. زحمت به مریم خانم بگین پرویز اومده عیادت خانم بزرگ. اجازه بدید نازی خانم، خواستگار مریم خانم اومده عیادت خانم بزرگ. خودم میرم دم در، تو برو دنبال کارت. یه جای خلوت ممکنه ما رو اینجا ببینم. خیلی خوب بفرمایید سواش. نازی کجا رفته بودی؟ ما میخوایم با هم عروسی کنیم. اصلا این حرفا به تو چه مربوطه؟ ولی تو به اسم خواستگاری من اومدی تو خانواده ما. منو سرشکسته نکن پرویز. سرشکستگی برای دختر حقه‌باز و متقلبی مثل تو کمترین مجازاته. مگه من چه تقلبی کردم؟
چه تقلبی بالاتر از این که برای گمراه کردن من گفتی اون خونه مال منه. حالا میگم اون خونه و تمام اساسش مال ماست. وقتی داداشم از مسافرت برگشت میبینی که چطور از حلقومشو میکشه بیرون. باشه ما که بخیل نیستیم، ولی خواهش میکنم بیشتر از این مزاحم من نشو. راتو بکش برو. همین؟ بله همین. برو ولی دفتر میدم پیش خدمت بیرونت کنه. آره میدونم. اتفاقا خودشم اومد، خیلی هم ناراحته. خیلی خوب باشه، شیرفهمش میکنم. خدافظ عزیزم. پرویز بود. حدس میزدم. چرا دست از سرش ور نمیداری؟ اون آبرو داره، مثل تو بی آبرو که نیست. اگه یه دفعه دیگه تو محل کارش آفتابی بشی یا هر چی دیدی از چشم خودت دیدی. خیلی بی حیایی نازی. زیر پای خواستگار من نشستی و قری زدی، حالا زبونت هم سر من درازه. تقصیر خودته که پاتو از گلیم خودت درازتر کردی. پرویز از عیون و اشرافه. بیچاره تو که لیاقت اونو نداری. نیست که تو خیلی لیاقت داری. پس چی که دار؟ اگه نداشتم پرویز تو رو با اون خفت خاری ول نمیکرد به من بچسبه. ایچ بیری به من میگی ایچ بیری؟ حالا جایی بابا بگم با چیا بودی؟ چرا بچه منو میزنی دیرم؟ بچه تو این خونه خوردین و خوابیدین بستونه. به زبون خوش دست دختر ایچبیریشو بگیر از خونه من برو بیرون، وگرنه هر چی دیدی از چشم خودت دیدی. ای از خدا بی خبر، تو به اسم مستاجر اومدی تو خونه من، حالا دیگه ادعای صبخونگی میکنی؟ اگه شکایتی داری برو عدلیه تا بفهمی که حرفت به جایی نمیرسه. من میخوام دوماد بگیرم، نمیتونم ببینم که دوماد جوونم با دختر سرتق تو زیر یه سقف زندگی کنه. همین؟ بله همین. چی به خیالتون رسیده؟ زهرا همین حالا جلو پلاس اینا رو بریز بیرون، برن گورشون رو گم کنن. چشم آقا، هر کاری دلت میخواد بکن، ولی بالاخره خدایم بالا سر ما سر. مامان خدا حفظش نه. مادر جون بعد یه نامه واسه داداشت بنویس تا بیاد ببینه این چه بلایی به روز ما آورده. کوتاهی درد سرت بدم دیگه، بلایی نمونده که اما سر ما نیورده باشه. اون خدا نشناس با استفاده از وکالتنامه‌ای که بابای خدا بیامرزمون موقع مکه رفتن بهش داده بود، خونه و اموالمون رو بالا کشید. بعدم حرمت گیس سفید مادرمون رو نگه نداشت و از خونه بیرونمون کرد. حالا اومدیم توی خونه مستاجری، روی زیلو نشستیم و به نیم شب محتاجیم، چون هر چی داشتیم فروختم و خرج حکیم دوای مادر کردم. اگه هر چی زودتر بر نگردیم مادرمون از دست میره. حساب ما رو برس، میخوام برم تهرون. چشم خانم. دارچی داستان بهتون برسه بگم چی کارتون کنم. نفهمیدم چی کاره میکنن آقا. خداوندی خدا میکشمش. آره بکشیش. منم صبح 2 تا از اون خرمگس گونه دهاشو کشوتم. اما ببینم چمدونه رو واسه چی میبندی؟ با تو هم چمدونه رو واسه چی میبندی؟ میخوام برم تهرون. تهرون واسه یه چی؟ مگه عمل کم دارند؟ عموی نامردم دارو نداره ما رو بالا کشیده، ننه آبجیمو آواره کرده، برام نوشته که فوراً حرکت کنم. بمود خواستم آورا پام برسه تهرون برای سرش بیارم که رب رو بشه یاد کنه. نه به تهرون رفتن راضی نمیشم. میترسم بری سراغ عمود کارد دست خودت بدی. تو باید بنویسی آبجی و ننتم بیان اینجا که سیتایی همینجا موندگاره بشیم بابا. موندگار بشم که چی؟ ما الان 1 سال آزگاره که اومدم اینجا مثلا کاسبی کنم، سرما هم که عددتم رفتی چی؟ یه مش بدهکاری هم بالا آوردم. اولا بدهکاری مال مرده، اصلا فکرشم نکن. چهارم از اون مگه تو آروغ میزنی؟ چه صدای کلوفتی داری؟ قاچاق فروشین حرفارم داری. آدم یه وقت مثل تو سرمایش از دست پا میده، یه وقتم شانسه میزنه با گیری میفته میره اونجایی که عرب نیه اینی داخته. آره اونجا هره میگم. خیلی خوب من دیگه میرم، ولی پول هتل مونده. میخوای ماشینمو بذارم اینجا بفروشی حساب هتل بدی؟ نه من از جیب خودشون در میارم با خودشون حسابه میکنم. تو فقط فکر این باش که بنزین برای ماشین. خیلی خوب دیگه، خداحافظ. سلامت، دست حق به همرات. ماشاءالله قدم کشیدی. انسان نمیتونه ماچیت بکنه ها، خیلی قد و بالاد رفته. بستی وایسا ببینم حالا کجا داری میری تو؟ گفتم که میرم تهرون. چی رو میری تهرون؟
تنهایی ولت کنم که بری سر وقت عمود خودت بندازی تو هچل؟ نه جونم کوره خوندی، منم الان چمدونامو میبندم و همپایت باید میام اونجا. آره خیلی خوب بستم را بیافته بریم. بله این ضرب المثل معروفیه که مال حالا ولش که مهم نیست. یه آدم بی پدر مادر مثل عمود پیدا میشه، آبروی یه مش بی پدر مادر دیگرم میبره، یه کم نیست پیش بگه آخه پیر مرد چرا اینقدر ترس دنیا گرفتته؟ تو می خود یواشتر تنده برو، هرگز نرسیدن بهتر از هیچ وقت نرسیدنه. یعنی هیچ وقت نرسیدن بهتر از هرگز نرسیدن. چرا تیز میری؟ چرا تند میری؟ مواظب باش، مراقب باش، مواظب باش، مواظب باش. گوشتو نمیره ها، بالاخره کار به دست خودی دادی. بلند شو خود چیز دم مردن. ایش خدا رو شکر که ملاقات خیلی خصوصی و صدامونو ما خیلی خوب روشن میفهمیم. آره راستش من خیلی سعی کردم رضایت بگیرم اما ناکس زیر باره نرفت. منم دیدم دو جای سرش هنوز سالمه مونده، زدم هر دو جا شکوندم. حالا الحمدلله هیچ خطری جز خطر مرگ تهدیدش نمیکنه، خیالت راحت باشه چون با امید خدا تا ابد اینجایی. اگه آبجی اینا تو تهرون بی سرپرست نبودن مهم نبود، بالاخره یه جوری میشد. اما چه کنم که دل واپس اونا. نه راحت نباش، من همین امروزه میرم تهرون بالا سرشون وای میسم تا تو حبسی تمومه بشه بیای بیرون ربطه میکنم. هرچند که من خودم چه تو کاری نداشتم، حتی پدر مادرم بالا سر خودم. ممنونم رضا جون، وقتی تو باشی انگار خودم بالا سرشون هستم، اما دلم میخواد بهشون نگی چه اتفاقی برای من افتاده. بذار به آدرس همون هتل برام نامه بفرستم، تو هم سر را به هتلیه بگو نامه ها رو برام بیاره اینجا. خیلی خوب چشم، هر جور تو بخوای همون کارو میکنم، فقط آدرسشونو بهم بده. آدرس؟ کوچه امیرینا رو که بلدی؟ علی چپ عربی تو همون کوچه پلاک 94. خب دیگه کاری ندارم، فقط به آبجین بگو حال و احوال ننمو فوراً برام بنویسه. آیا دوشیزه مکرمه معظمه نازی خانم میرزا عادل به داعی وکالت میدهند که ایشان را با صداق 100,000 تومان وجه نقد و یک جلد کلام الله مجید به عقد دائم آقای پرویز مطیری در بیاورم؟ تکرار میکنم، دوشیزه مکرمه نازی خانم میرزا عادل، آیا به داعی وکالت میدهید که شما را با صداق 100,000 تومان وجه نقد و یک جلد کلام الله مجید به عقد دائم آقای پرویز مطیری در بیاورم؟ بله. ببخشید با اجازهتون الان خدمت میرم. سلام، چی میخوای؟ نکنه اومدی برای دخترم جادو جنبل کنی؟ نه همینجور، مادرم داره از دست میری. من و سننه روز اخکنون دخترم برام چشم روشنی آوردی. اما جون مریضی که خبر نمی کنی. حالا از من چی میخوای؟ دکتر گفته باید مامانتو ببری بیمارستان بستری کنی. من که حالا پول دنبالم ندارم، بانکم کارم بسته است. مادرتو ببر مریض خونه بخوابون، حسابش هر قد که شد بیا از من بگیر. برو بابا، برو به سلامت. برو. راستی بیا یه شیرینی چیزی بخور. نه دل با پس مادرم، من باید برم. خیلی خوب برو. بلسون پلاک 94 برسون. خدایا همونجور که اسکندر رو به خاک سیاه نشوندی ما رو به پلاک 94 برسون. 94 کجای؟ عذر میخوام خانم، منزل عالیه خانم کجاست؟ اینجاست یا اونجاست؟ همینجاست، منم دخترشونم. هن
مریم خانم شمایی؟ بله خودمم. پس سلام پهن شدی. شما؟ ببینم میگن رضا عباسلوقی، ولی شما میتونین آقا رضا صدام بکنین. بفرمایین اینم نامه داداشتونه، بگیرین براتون فرستاده. چرا خودش نیامد؟ ولی عرض کنم خدمت با سعادت شما، یه سفر قندهار در پیش داشت، میخواست بره کویت جنسه بیاره. طیاره که داشت حرکت میکرد نامه شما رسید. این بود که نتونست بیاد، اما از کویت که برگرده حتما میاد. دلواپس نباشین. خدایا چه بودشم اینقدر بیخیال شده؟ اقلا میخواسته خود پول واسه ما بفرسته. این دختر عالیه عجب مال. چی گفتی؟ ببخشین هیچی، داشتم با خودم حروفی میزدم. یعنی میخواستم بگم که من صندوقدار داداشتونم خانم. اگه یه وقت خدای نکرده کم و کسری داشتین من بهتون میدم. کم و کسری چی آقا؟ من حتی پول ندارم نسخه مادرم رو بپیچم. اشکالی نداره، با من بیاین مادرتون براتون میپیچم. بریم شما جلو بریم. سوای این اگه گرفتاری دیگه هم داریم به منه بگین رفعش میکنم. به من اطمینان کنید، من اینه بانکای سوئیسم. اسرار مشتریامو مثل برق بلا برملا میکنم. خدا هیچ گرگ بیابونی رو مریض نکنه. آقای داروخانه بی زحمت این نسخه رو ببینین چقدر پولش میشه. الان بهت قول میدم به حق البنین نسخه اول آخرش باشی. میشه 214. 214 تومن اینجا کجا پیدا میشه؟ تو همینجا وایسا، من الان میرم بانک پول میگیرم و بره میگردم. یا تو لکشه؟ نه من تو تمام بانک ها حساب در گردش تیار دارم. هر بانکی نزدیک باشه تو پیاده رو زیاده. بفرما خواهش. نسخه رو بپیش زودتر میگردم. چه کار میکنی آقا جان؟ محرم علی خان شما محرم علی خان کی آقا؟ من اسمم سفرعلیه. خب یه ماه فرقشه ببینم چه یک هیمالیا اومد. هیمالیا چی آقا؟ من شما رو به جان نمیارم. من که شما رو به جان میارم. کامیه دیگه بدون عزیز جنوبی که از دسته راسپوتین تو راسپوتین چی آقا جان؟ قرار میکردی دلم من از کنترل تو کنترل داشتم شما رو میدیدم. حالا مهم نیست اشتباه شدی. خدا کن اشتباه. ما چش برای چی بود؟ نکنه کیفو زده باشه. بله کیفو زد. جیب برد نزدیک بود بانک تعطیلی بشه. چرا اینقدر دیر اومدی؟ در عوض مثل شیره اومدم. این 210 تومن 4 تومنشم خودم به خودم تخفیف دادم. بیا این پولم پیشت باشه تا بعد، اصلا قابلی نداره. میگیرم داداشم این مال داداشت، فرقی نمیکنه. بس میکنم شب که میام عیادت مادرت پول حسابی بهتون میدم. خب من رفتم، رئیس بانک منو به نهار دعوت کردی. خدافظ. به سلامت. سوپلمه بخورم. مرگ موشه بهتری. 15 52 17 و 21 کن میکنه به عبارت 38. رضا باسلاقی توی خدا به زمین جرمت بزنه. مدتی پیدا نبود. کجا بودی بابا؟ هیمالیا بودم، پایتخت ایتالیا بودم. اره کدوم هیمالیا؟ قصر یا قزل حصار؟ پسر یه خود ادبیات پیدا کن. آدم با یه شخص از ایتالیا برگشته اینجوری حرفی نمیزه. بالا ترش نکن. بگو ببینم چی میخوری؟ مثل همیشه، اما باش دنکی که نمیشه. اینجا مثل صفو جاگیری که تا یه جایی پیدا کنیم بشینیم. من غذای مخصوص درست کجا برم بشینم؟ هوام که بارونی نیست که چتر یه جا باز بکنم. حالا اون پیرمرده چطور خدایا؟ خیلی موقره، یعنی موقره. برم پیشش بشینم پیشته که مندازم بیدرم نرم اجازه از بقل شما اتراق بکنم. اصرار دیگه بیشتر از این نمیشه. میگم هوا خیلی گرمه ها نیست آقا. بله گرمه. آره میگم بهتر نیست کتتونه دراریم بدین من براش لالایی بخوانم. نه اینجوری خیلی راحت ترم. من به گرما عادت دارم. من اون چی که باید بگم گفتم. حالا دیگه خود دانی و خدای خود دانی. دوزه گرم هست ولی نه زیاد طبعا. مثل که بی زبون خوش نمیخواد فتیشی دراره. حالا تا سورستون برسه میتونی کمی از این مشروب بکنم. هیچ دیگه بیشتر از این نمیشه. بسلام با شیشه نه آقا جان خواهش میکنم. بریزین تو گیلاس. این که قبلی نداره که آدم بریزتش توی گیلاس همش چیز بسقاله. ببخشید اینی که دارین میخورین مرغه؟ نخیر چپ که. آره میبینم چه سرشم کرده دیر بر. سلامتی هرچی عجب گردو خاکی اینجا میشه. آقا رضا اینه پاکش کردم من. آقا رضا از اونجا بلند شو به این ور. نمیزنم. چیه نمیزنی آقا؟ با من یه سا بودم گفتم نترسین نمیزنم. کشیشون جدم رفتن تفریح کنن. آره چیزی میزی. با آقای باسلاقیان کار دارین؟ آقا رضا جناب آقای باسلاقیان شما رو تلفن میخواد.
راننده منه، بگو 2 هفته دیگه بهم تلفونه بکنه. تازه از زندون برگشته و دست بردار نیست. من الکل بهم نمیسازه، همیشه بطری خالی مصرف میکنه. رانندتون یه پیغومی داده براتون، بفرمایید بهتون همیشه بگم. در مله بگو آقا از خودمونه. شما هنوز 2 دقیقه نیست اینجا نشستین. آقا از خودتون شد، بلند شید. بلند شید. جا بده منزل عوض، بلند شید ببینم. شما راحت بشین غذاتون رو بخورید. ما یه مشتری حسابی تو این کافه داریم، اونم شما داریم میتارونین. کی گفته میخواد بتارونتش پدر سوخیتی؟ خب وقتی جیبشو بزنی این فلک زده دیگه پولی نداره که بیاد اینجا. اتفاقا اگه جیبشو بزنم زودتر میاد که بفهمی کی جیبشی زده. نه خیر نمیاد. اخ واسه چی نمیاد؟ یعنی این که غیرتی؟ بله غیرتیه، بالا غیرتن. دور این یکی رو خیط بکش. شیله ها. سعی کن بابا جان، سعی کن، کارت بی اجر نمیمونه. اینو بهت قول میدم. میتونم دوباره به هیمالیا بیاد. هیمالیا چیه؟ هیچی آقا، میگن ناراحتم پیش شما نشستم. من گفتم من بگوری پدرت خندیده، اتفاقا خیلی هم خوشحال میشم که نره آقا ما بنشینه. تازه داشتیم با هم آشنا میشدیم، آقا اومدی برنامه ما رو با هم زدی. بفرمایید. پیش میگم من ندیده کجا رازی که بقیه بشین بابا. بشین بردار خودم آقا جان. تو برو داخلی پدر پا. پس خواهش میکنم کتتون رو در نیارین. کولرا بازه، میترسم سرما بخورین. در نمیارم آقا، در نمیارم. گفتم عملیش کن یا اگرم میبینی نمیشه سعی کن، فهمیدی؟ سعی کن. بیا جانم یه بیا. خودی میگی کولرا بازه، کولرا بسته سبا خیلی گرمی سلام. یه جا تازه از ایمالیا برگشت و باز دست بردار نیست. بهشون بگو ماست خیار مخصوصه، با دست خودم درستش کردم، قدرشو بدونم. برو ببینم. اصلا که آشنایی با شما واقعا سعادتی بود برای بنده. از کنم که برای منم بازارچه سعادته بود. ولی غذای شما سفارشیه. سر با مشتاقی. حالا از من بخورید ببینین چه مزه. نه بس کافیه. نریزیم برای من، میدونی من جنبشو ندارم. بخورید به انسان جنبه مشروع من اینه. بخورید به خدا، بخورید جنبه پیدا میکنید. یادم میشم بابا چیز مهمی نیست مست کردین پای من. بله پای من. منم که پام یه پام سلاغی جنبه ندارم زیاد. حالا سلامتی با اجازه. خودم من میخورم که جنبه پیدا کنم. اینم این بیشتر اومده. گفت دیگه پاشو بدیم خونه. بقیه برنامه رو اونجا ادامه میدیم. خدا چشا ابروی من سیاه کنه که امشب گرفتارم و یه چی گرفتاری؟ من تازه امشب یه رفیق خوب مثل تو پیدا کردم. من به این آسونی ولد نمی‌کنم. من امشب باید برم عیادت مریضه باشه. یه عیادت مریض میشه روزم رفت عزیز دلم. من خیال کردم عروسی دعوت داره. باره باشه اومدیم تو رو مشته بکنیم. سب کن فکری چرا بشتم بالا بی تو بسر عجب جایی آوردیم ما رو. آدم چیزگیجی میگیره. میبره هیچ مقاسه پس بابا یه وقت صاحب خونه بیداره میشه کار دست ما. بدی کنار صاحب خونه بیدار هست که سرشو گره کن من فرشار جمع کنم. از قالی های قیمتی خیلی خوشم میاد. گفتم برو مواظب صاحب خونه باشی. بی خود لوله نکن صاحب خونه خود منه. چی گفتی؟ صاحب خونه تویی؟ مگه بهم نمیاد صاحب خونه هم که خونه باشم از خودتو مشغول کن من اینجا با نمکی اگه طور نشناسه خیال میکنه واقعا دوز موزی چیزی اتفاقا پدر خدا بیامرزم خیلی دلشه میخواست من دزده بشم، اما من ناخلف جیب برد آب در اومدم. جیب برو به دشت دوخته. اما مثل این که تو بچه پول داری. نه بلا نه بچه پول دارم، خود پول دارم. پس اولادت بچه پول داری، به سلامتی اولادت. نه من بچه ندارم، زنم ندارم، اصلا هیچ کسی ندارم، فقط یه دونه رفیق دارم که اونم تویی. پس میون کلومتون کاله باز شما تو این خونه به این درشتی تنها زندگی میکنی؟ نه نوکر و آشپز و مستخدم و امرالله و اسدالله و اسقر و همه چی دارم، اما الان خوابیدم. یواش دیگه خوابم داره میگیره، میخوام برم بخوابم. پس من مرخص کنین باید امشب برم عیادت یه دانه مریض. مریضی که تا این وقت شب بیدار باشه که دیگه مریض نیست، شب زنده داره. فهمیدی؟ شب زنده دار. اگه اینجوری باشه پس من تو مریضم که این وقت شب اینجا سر پا ایستادیم و دریوری میگیم. نه دریوری نمیگیم، میریم میخوابیم. پس یه وردری میگیم. پس بریم بخوابیم. اتاق خواب پس کجاست؟ تو بغلم تا ببرم. بیا تو اندرون. اینجا اندرونی؟ آره اینجا درونه. بذار من یه دیگی بزنم مجسمه ها. شاید یه چیزی به درد خوری. گیل کن بابا مجسمه رو خوابم گرفته پیلی پیلی میدم. بیا بخواب دیگه. برش کن بیا. بیا ببین
اینم تخت 2 نفره. بعد میگم یه اتاق مخصوص واسه درست کنن راحت کپلالات بزنی. نه اینجا نرمه پرگوه برای من مناسبی نیست. برم یه جای زبری برای خودم دست پا بگم. اونجا توالت جای خوابیدن نیست، جای کار دیگه. اونجا مستر نباید اونجا خوابید. اونجا باید چیز. من اینجا میخوابم مثلا. من ببینم اینجا میخوابم. تو هم مثل من تک تنها هستی آره؟ بله تنها فقط یک رأس رفیقی دارم که اونم منم. نه تو رفیقی ناتنی هستی. غیر از تو یک عدد رفیق دیگه دارم که مادر خواهرش سپرده زیر دست من. الانم میخواستم برم نزد اونها که تو نذاشتی. حالا فهمیدم چی خواستی. پس تو هم مثل من عجبوقی هستی زمان یختور. نه یختور یعنی هر جا رفتم خواستگاری کار به نفسه رسید و به هم خود یعنی من اشکال نداره خودم میرم واسه خواستگاری خرج عروسیتم خودم میدم مهریه و شیرباها و شب عروسیتم اصلا با خود من. جدی میگی؟ تو خدا اینی جدی گفتی اگه اینجوره ها من همین فردا صبح میرم عاشق 7-8 تا دختره میشم. اما حرف دیگه وقت علکی نباشی ناقلا. تو هنو من نشناختی من جونم و فدای رفیقم میکنم. پس تو ملائکی خداوند تو رو فرستاده برای من. خدایا تنکیو بری من. این یه خونه 3 طبقه واسه میخرم که با زنت بری توش زندگی کنی. خوب یه طبقهش خودت بیشین یه طبقهش هم اجاره بده خرجت درات. طبقه سومش هم درسته بریز تو بانک که بیفتی روش کنی. طبقه 4مش هم چیز کن. طبقه 4مش هم بده رو 5م. نفهمیدم سرنجام 3 طبقه یا 4 طبقه میخوای بخری. با شما بلیش کن با تو ما رو به طبقهشی نندازی یه وقت. اما یادگار خوابی یا بیدار؟ نخیر خوابه. حالا موقعشی که برم سر وقت مریض دیوی چشم که رو ماشین گذاشتی یه خود پشت رول بشینم آدای پول دارا رو در بیارم خوابای خوش که ببینی. به جون خالت مریم خانم وقتی خانم تریپ کرد و جریانه به هم گفت اینقدر ناراحت شدم که نزدیک بود سکته کنم. ولی خود چی کار میشه کرد این شطوریه که در خونه همه میخوابه. حالا ناراحت نباش من تموم خرج کف دفت مادرش میدم. ختمشم با آبرومندی برگزار میکنم. شب 7 و شب 14 تو همین خونه میگیریم. نوکرتم هستم. نگفتم خواهر زدم حلال مشکلاته. یعنی چی این وقت شد؟ این یار مبارک خدا بیشالم مبارک خدا ایوان نزدیک بود داماده به سلام پهنه شدی. چرا همه تونو برقی گیرید کس اول حکیم رفت سپس مرد. حالا بگو ببینم برای فردا چی لازم داری؟ والا چی بگم من که از این چیزا سر در نمیارم. خیلی خوب من در میارم. صبح به همه چیز من میدم. شما خودتون رو ناراحت نکنین آقا رضا من اینجا هستم. آقا کی باشن؟ خواهرزاده منه. خود شما کی باشین؟ خب معلومه من صاحب خونه. ایشون کی باشن؟ مستاجر این خونه. من کی باشم؟ شما مهمون مستاجر من. خب این مهمون مستاجر میگه خواهرزاده بی خواهرزاده یعنی مرخصه. دختر جون تو برو تو اتاق این خانم بگی بخواب تا صبح اول وقتم تلفن کن بهشت زهرا که ماشینه بفرستن. بندم صبح خروس خود اینجا هستم. اوه خواهرزاده گفتم برو دنبال کار و زندگی چی داری؟ من امشب میخوام پیش خاله جونم بمونم. تو برو من پیش خالت میمونم چه فرقی داره؟ چرا پیش خالم میمونی؟ مگه شهر هرته؟ نفهمیدم بی صدای کلوفتت مینازی میری یا به زور از این خونه من بندازم بیرون؟ بله خب بابا اومدیم ثواب کنیم کباب شدیم. خاله جون خدافظ. به سلامت خاله جون. حال میکنه ما نمیتونیم ثواب بکنیم یا پیش این خاله بمونیم. خب ما نمیمونیم ما میریم دیگه. صبح منتظرم باش. باید برم بانک یعنی اینجور جاها برم پول بیارم آره خدا. خیلی خودی چقدر بزرگی باید اینجور بس دیگه ماد. خدایش بود که تو امشب به پوست ما خودی وگرنه وضع جنازه نامعلوم بوده. حالا آقا رضا باسلوقی برو یه جا برای خوابیدن پیدا کنه. شب خوش صبح ناخوشی.
بلنش ببینم آقا کی هستی؟ میگم بلنش ببینم مرسی کی مزاحم. اینجا کجاست؟ اینجا کجاست؟ چی نوندگان عزیز من کجا یه همونجاست. تو کی هستی؟ با کی هستی؟ تو با کی هستی؟ با کی هستم؟ با تو هستم که میگم کی هستی؟ منم گفتم تو با کی هستی؟ مردک ناحسابی تو خونه من چی کار میکنی آخه؟ چه نیهو عوضی شدی؟ من عوض شدم. یادت رفته چقدر ادعای رفاقت کردی؟ من یادت رفته واسه من زنی گرفتی؟ واسه من خونه خریدی، زنی گرفتی، بچه دار شدیم، کلی خرجمون کردی، حالا در کلی بیرونمون میکنی؟ نمیفهمم. مگه من آشغال جمع کنم که هر بی سر و پایی رو بردارم بیارم اینجا تو بابا خونه حواست کجاست؟ تو دیشب تو مشروب فروشی با من آشنا شدی، بعد منو به زور با خودت آوردی توی خونی، ولی تو حتی 3-4 دفعه خواستم از چنگی برم اما نه. ولی تو من آورد اینجا گفتی یه خونه 3 طبقه واسط میخرم برو بازن توی زندگی بکن. ولی تو یعنی واقعا یادت نیست که بهم گفتی برو یه دختره پیدا کن. من تو نکنم فرمایشات تو بلا نگو بی سر و پا. عبدالله امرالله خیرالله شکرالله ولی الله نصرالله فتالله. بیا اینجا این چی آخه؟ منو کن. تو کی هستی؟ عبدالله هستی؟ من عبدالله نیستم آقا جون، من عبدالله عبدالله تو آشپزخونه. من اینجای پام خال داره، میخوای نشونتون بدم نگاه کنی؟ مرد شورون خالتو ببرن. بگو ببینم این مردک عوضی چجوری راه پیدا کرده تو خونه من و تمام شب و اینجا خوابیده و شما نفهمیدین چجوری اومدی؟ بگو. قربان ما خواب بودیم، لابد با خودتون اومده. تو حتما با این همدستی بیرونش کنه. یالا را بیا برو. خب بابا میرم انگار نوبت رفاقتش آوردی. اصلا تسخیر خود منه که دعوت هر بی سر پای رو قبول میکنم میام توی کلبه خرابه. بیرون. یه دسته بهم بزنین هر چی دیدین از چشم و حلق و گوش بینی خودتون. مثلا چی کار میکنی؟ تو دسته بزن تا من خالقو بکنم. نرو دنبالش. اسدالله بیا اینجا. قربان من اسدالله نیستم، من عبدالله. من دفاع خال دارم. گوش کن چی میگم. دمه در دنبالش برو، مواظب باشی وقت چیز میدی بلند نکنه. فهمیدی یا نه؟ بله چشم. چه خالدار زیلدار دور خودم جمع کردم. حالا تشویق جنازه مادر مریم رو چی کاره بکنم؟ کار بدی کردم که دیشب خونه رو خالی نکردم. میگم برگردم شاید بتونم اسکیناسی، فرشی، قالیچی چیزی بلند. باز که داری برمیگردی با آقای کار خصوصی آقای ما با کسی کاری نداره. را بیا برو. مثل این که ترن هرستون میخری هن سعیدون با استکاکی بین ما و شما جرقه شعله ور نشود و ادام مجبوریم طوری عدالت کنیم که تمام مجرمین عبرت بگیرن. برو چخه من یه وقتی تاقو بالاخره ما نتونیستیم کاری صورت بدیم. ما چی؟ نادر خانه که باقفش درسته کردی؟ چی؟ خوشبیده بکنه خوشبیده. آقا جون به جون شما همچین عدمش کردیم که دیگه جرأت نداره پاشه بزنه اینجا. البته خیرالله و شکرالله با من بودن، ولی ابتکار عملیات به دست من بود. تمام کارا رو خودم انجام دادم. من بودم که اول فلنگو بستم. اسدالله من اسدالله نیستم آقا جون، من عبدالله میرم. مزاحم هنوز اینجاست. اونها امرالله رو انداخته تو روز دیگه بیرون خفش میکنه. باز دیگه عملیات دست من بود. کدوم عملیات دست من؟ از نکردم آقا جون، از اینجا نمیره. نگاش کنین اینقدر آدم بی‌حیا میشه. یه بار گم شو. چطوری چرا دست سر من بر نمیداری؟ چرا نمیدی گورت گم کنی؟ بی دعوته اومدم اینجا باشدم که تشریفی بیارین. چی ما معذرت بخوام؟ اجازه بدیم عنوان معذرت خواهی من صورتتون رو بگم. نه خیلی لازم نکرده. برو بیرون از خونه من. برو بیرون. نمیدم منه برم بیرون. دخل منه چی دست کنم بلکم من باید بلیسمه. خیلی خوب بیا مرا بگو. بیا من کینه به دیله نگرفته باشی. من اسدالله نیستم آقا جون، من اسدالله. کلون من مرد بی صورتمون زیده اوفونی کن. برو در صاحبم در بود اینه کنش اسلود به لپ نزود لپم بر بیاد. اسدالله من اسدالله نیستم آقا. زد چی زد؟ زنبور زد آقا. نه مردی که کیفم و زد. مادر جون بس دیگه تو رو خدا این شطوریه که در خونه همه میگیره میخوابه دیگه گریه زاری نداره. خدا رحمتش کنه و بلند شد برید.
خانم بایستا ببینم کجا داری میری؟ یه نامه واسه داداشم نوشتم دارم میبرم بندازم تو صندوق پست. همش یه نامه بدش من خودم میندازم. اصلا من با شرکت پوست رفیقم. برادر عزیز، خبر مرگ مادر رو با آدرس قبل برات نوشتم، ولی نمیدونم که از مسافرت برگشتی و نامه به دستت رسیده یا نه. در حال دوست آقا رضا چنان ختم و شب هفتی برای مادر برگزار کرد که هیچ پسری در حق مادرش نمیکنه. ازت خواهش میکنم هر چه زودتر مبلغی پول برام بفرست که طلب آقا رضا رو بدم. البته اگه چیز قیمت داری تو خونه داشتی میفروختم و قرضم رو ادا میکردم، ولی چه کنم که جز چند تا زیلوی پاره چیزی در بساط نداریم. داداش زودتر پول بفرست که از خجالت آقا رضا در بیام. قربانت مریم. چی شده؟ چرا همچی میکنی؟ چیزه نادره اونجا نشسته میخوام من نبینی. نکنه اون شب که رفتی خونش جیبشو زدی؟ نه تو بمیری. اون شب نزدم، صبح زدم، اونم جیبشی نزدم، کیفشی زدم، تو بمیری. صبح زدی؟ خب اگه صبح ناشته زدی اشکالی نداره، زیاد وحشت نکن، بی خیالیش. حالا میخوام یه جوری جیمز باندی درم که منو نبینه. خیلی خوب تو سرش پایینه عین موشک از اینجا جد. ای خوب من میرم، تو فقط هوای من از بغل داشته باش، از عقب. دارم خوبم دارم، خیالت راحت باشه. برو ببینم، برو به سلام چطوری آقا؟ سلام با بنده بودینه. سلامی علیکی. حالا دیگه تا ما رو میبینی در میری من که شما رو دیدم، رفیق ما کوشه، اگه اصلا تا حالا شما رو دیده باشم. ای والله اینم رسم رفاقت. اصلا تو چرا من بیخبر گوشتی رفتی جانم؟ مگه ما با هم دیگه رفیق نشدیم؟ مگه یه عالم قرار قرار نذاشتیم؟ والا گذاشتیم، اما تو فردا صبحش منو با اردنگی انداختی بیرون. من؟ بله تو حالا دیگه کسینجیرم که بیاد نمیتونه ما را آشتی بده. برو پیکاری. منو از دست نده آقا رضا. من تو عالم دوستی جونم و فدای رفیقم میکنم. تو الان مستی، اینم همش فرمایشات اون بوتوریه. نه جون خودت اشتباه میکنیم. اصلا میدونی چیه؟ این چند شبی که تو رو ندیدم و تازه فهمیدم که آدم وقتی تو زندگی کسی رو نداشته باشه پول ثروت رو در میده. خوب بدم آمادگی دارم و پولکم نیستیری که بخودم. خیلی خوب گریه بسید. ببینم که میای امشب میگه از گل نازکترت گفتم و محکم بکوب پیش بگی چی زدم؟ نه حالا سب کن هنوز که نازکتر نگفتم. من به خیالم نازک نه نازک نبود. رخت خواب بیارن که توش بخوابی. چطوری؟ که میگی بگوی سرویس 2 نفری خر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 خrخرخrخرخrخرخr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 
دیگه فردا بکنم؟ صبح برات میگیرمش چیزم؟ مرگ تو. وقتی همه کار عروسی تو تموم شد یه ساختمون 4 طبقم درسته میندازم رو طبقه قباله خوبی جفت بابا. تو. نه مرگ تو. نه، من من اصلا به نظر- دستم به کمتر از 4 طبقه نمیده. طبقه اول دومش دست خودت، آه. طبقه سوم چهارمش دست زنه، طبقه پنجم شیشمش هم پولشم دستی بله، مردم دست- باشه. بله ایجاره میدیم پولشم در میاریم این کاسبی آب و آلوی چیزی پنجم شیشمش اصلا میتونی بهتر بگی این تو نیست که دستتون زمین بگیری میشه. 20 طبقه روش بسازیم ایجاره بدیم پولشم بخورن برامون خب. تو هم که همیشه به تراس که میری تو هوای خونه خوابت میبری آره. بله خوابش بود ما بریم یه جای سفته پیدا کنیم بخوابیم اینجا نرمه خوابمون نمیبره برو. شاید برم تو پیاده رو یه جایی که اجدادم همیشه میخوابیدن برو دیگه. اونجا بخوابم تو رو تنها گذاشتم قربانت. الان دیگه چشمون بیداری خدا کنه خوابه هر میکنه باز توی دادی نزن داشتم آهنگ مردم خرابه بی میکردم خود آهنگ خراب میکردی من این خونه جای آهنگ خراب کردنه آهای بیا این آهنگ گرد و برشته بنداز بیرون صبح بخیر قربان ای صبح بخیر و حناقی سطو زر نبود باز کدوم بی سر پایین دزد تو خونه من را داده ها؟ تو که من نمیشیناسی نه خدا رو میشینم نم کرد. یه چیزی بگو یالا من چی بگم من هر چی بگم یه خط بدهکار میشم بگو چون اگه این نکنیم باید حساب میزنم من خودت داغون میکنم یالا جواب بده خودت جواب منو بگیر خودت که دیشب از التماس کردی منو با 1000 مرگ منو مرگ موش آوردی من خودت دیشب برام زنی گرفتی خرج عروسیم نقدن پرداخت من خودت دیشب آپارتمان 3-4 طبقه برام ساخت من نه. بعد خودت گفتی تو طبقه چه دست خودت باشه تو طبقه من نه. میگرم نه خیلی من نه. تازه یه عالم بعد باید بهم دادی
مگه من آدم بلیم که به این آسونیه بیام تو خونه مردم؟ من شبا دوستا رو دسته میبرن تو خونه هاشیم، تازه براتون میذارم تقصیر بالا به خیالت. اروا عمت هیل معطلی با این حرفا نمیتونی خودت تبرئه بکنی، فهمیدی؟ این دفعه جیبمو زدی من بخشیدم. منه این دفعه دیگه بهت اجازه نمیدم جیبم بزنی. حالا بیا ماچیت بکنم که آشاتی بکنم. اون که نه بگم که من دست نزن. باید اومدی اینجا جیبمو بزنی. آره منه نه بخود اشتباهی میکنی دیگه، نمیزنم واسه اینکه دلم برده میسوزه. تو دلت برای من میسوزه؟ او باشه. آره بوز باش. آخه تو مریضی هر کاری بکنه من کی نمیگیرم رفیق. لپ ریزه بکنه بیاده. دست به لپم بزنی به خدا میکشم تو. نه پس میخوام بلیسمت. به عبارت دیگه میخوام بماچمت. جیبمو که نمیتونی زینه در مرا بپوش. به سلامت. یعنی که بر نگردی از تو لعاد کنون دزانفکتاسیون رو بردردی. من اسدالله نیستم آقا جون، من عبدالله پدرت عبدالله بیچارم کردن. صبح برسونی خودمو چجوری سعی میکنی؟ به جیبم بزن. باز جیبم زد. باز جیبم. اومدم. زنگشون هم پاکستانیه. بله بی زحمت بگین مریم خانم بیان دم در. خودمم. چه فرمایشی دارین؟ شما چند تا برادر دارین؟ یک. با چیز اسمش؟ علی. حالا کجا؟ آبادان. باز چی میپرسی؟ والا میخواستم خاطر جمع بشم که مریم خانم خودتونین. من دیروز از آبادان تشریف آوردم. برادرتون ماشاءالله هزار ماشاءالله سر و مر و گنده تجارت میکنن، تو معاملات میله های آهنی هست. برای شما یه نامه داده با 8000 تومن پول. خدا راست میگی؟ دروغ هم چیه؟ بفرمایید قدرشو بدونینا، ولی بهش دست نزنین، کم پولی نیست. من مرتب میرم آبادان و بر میگردم. ببینم کارماری ندارین؟ نه مرسی، من خودم براش نامه می‌نویسم. خیلی خوبه. گفتین چند تا برادر دارین؟ یکی. خیلی خوب، حالا درست شد. بگیرید. گفتین اسمش علیه؟ بله. خیلی خوب. فقط مواظب پولا باشینا. قربون شما. خدا حافظ. زری خانم اینجا رو. چیه بابا چی شده؟ داداشم گفتم 8000 تومن پول فرستاده. گفتم حالا چی شده؟ دخترتون 8000 تومن که این روزا پولی نیست، خرجی یه شب الواتی خاردادمه. بالاخره همینو فرستاده، خدا رو شکر. حالا دیگه میتونم تمام طلبای آقا رضا رو بهش بدم. دخترتون یه خود به فکر خودت باش. تو یه فرش زیر پات نیست، رو زیلو نشستی. میخوای بگم خاردادم از فرش فروشی رفیقش یه فرش خوب واسط بیاره؟ چرا خارداده شما واسم فرش بیاره؟ خدا زنده نگه داره داداشم. می‌نویسم برام بفرسته. لطفاً بشمرین یه وقت زیادی نباشه. درسته قربان. خیلی میتونیم فرشو ببریم؟ خواهش میکنم. بچه‌ها بپیچینش. خیلی خوشگل لولش بکنین. نه این باسلوق لولش آخه خب دیگه کاری ندارین خانم نه خیلی کاری ندارم، متشکرم. اگه کاری داریم بگین، رو درباسی نکنین. من باز فردا میرم آبادان داداشتون رو میبینم. آبادان؟ بله آبادان. تا اون چشمتم کورشه که دیگه تو کار بزرگتر دخالت نکنین. بیا چلا هم مال نشانه بی‌خاصیت. خب خداحافظ. قربون شما. سایتون کم نشه. خب مبارک مریم جون، خودت خریدی؟ نه نوشتم داداشم از آبادان واسم فرستاده. خب حالا این اتاق جونم واسط بگه یه تلویزیون کم داره. میخوای بگم کار دادم برات بخرم؟ نه خیلی لازم نکرده، خدا نگه داره داداشم. می‌نویسم واسم بفرست. همین ایستگاه تلویزیون خوبه، همینه میبریم. مبارک باشی. اینو لادرشی ببند. خود چقدر تخفیف؟ 3500 تومن که پولی نیست، همش هم نه. چشم بدیم. تلویزیونم که خریدی؟ نه خریدم، داداشم واسم فرستاده. خب مبارک انشالله. حالا بگم دیگه چی کم داری؟ یه دست مبل و یه یخچال و یه ضبط صوت که هر وقت تلویزیون برنامه نداره خودتون باش مشغول. مریم خانم لب بتره کنه همه اینا رو تا یه ساعتی که واسش میخرم. متشکرم. می‌نویسم داداشم واسم بفرست. خود دانی. خب مریم چون کسی خونه نیست، زینت هم خوابه، یه خود مواظب خونه باش تا من برگردم. کجا می‌خوایم بریم؟ با منصور خان میخوان بریم سر قبر خواهرم، شب جمعه، ثواب داره. منم 2 هفته است که سر خاک مادرم نرفت. خب اگه دلت میخواد تو هم با ما بیا. بله ماشینم که ها. آخه آقا رضا خونه نیست، میترسم بدون اجازه بیام ناراحت بشه. بیا بریم دختر جون، اینقدر دیلی به لالاش بریم ندار. بابا عادت آدم نیست. من مستابی پیر
anne. بچه وایسی من در قفل کنم و بچه شما بایستین تا من اینجا یک چیزی بپرم. خیلی خوب بری. کفنه سوار شد. چی شده؟ چرا نمیره؟ والا نمیدونم. یه عیبی آبو سایه اینجا رو باش بچه های توف سنگ گذاشتن جلو چند یه رفتارم از دست این بچه ها سایش نداره. بابا هاشونو بکن همینجور پرد میدادم بد میکنن تو کوچه که مزدم آقا رسا اینجا چی کار میکنی؟ آقا رسا ماشین کجا میبری؟ باشه بینم ماشین کجا میبری ها؟ میکنی امشب برگردم ساعت 10 هنوز نیومدم. انگار ماشین شماست منصور خان. آره خودشه. باش برم ماشین ماشین که بردم باش تجاوز کردم. ببخشین تصادف نمیخواد کردم. واسه من خوشمزه کنی. بگو بینم ماشین رو برداشتی تا این وقت شب کجا بردی؟ حقیقتش رفتیم زیارت اهل قبور برای چند فاتحه خوندیم. میفرستم لغت اهل قبور بزنی نه من توی 5 متری اول میشم. کجا داری داری؟ من باید عربم ماشین جا بستری که با تو مادر برای تو ماشین هره بگو این نهایت کنی جلوشی چه تو نمیری بابا جون ماشین ما رو که تو بردی حالا بردی فاتحه اهل قبورت هم که خوندی بچه های ما که یه ریزه بی عربی کردن عربشون کردی حالا اجازه بینی ما بریم به کارمون برسیم. ای که من که دلم یه طرف ماشین خود کردم. بوری دیگه واسه دختر مردمم کلکی نشین. بیا بریم. بفرما بریم فایده نداره تا این پسر دور برم. خب حالا چی میگی؟ اگه خاطرت باشه ما اومدیم خواستگاری آبجی اما 1000 تا حیوان ننگ رو ما گذاشتیم. دیگه حالا حرفتو بزن. میخواستم بگم اگه خواهره رو همون روزی که اومده بودم خواستگاری حلالازی نبود سالا نشونده آخرت باشه. جوابه خدا رو شکر کن که اینجا ولی اون جهنه تو با ما خورد میکردم. برقه مثل کفکل زیره بس نکن. غیر تو هر بنی بشری میدونه که آبرزه آبجیتو نشونه. بیا و ببین چه دم دستگاهی با تک جور کرده. فرش، یخچال، تلویزیون. آخه تو خونه خاله من میشینم. خالم میگم آبرزه صبح تاشون بردل آبجیت نشسته. همین روزا باز منتظر بنگ بنگ بچهشون باشه. خب این خاصیت بشره مرتب توالت تناسایی گوزدار مرد شکر. اگه آزاد بودم و همه چیز رو چشم خودم میدیدم یا اگه آقا رضایی برات میساختم که 100 تا از بغلش دراد یا اگه میفهمیدم که تو دروغ گفتی بالایی سرت میآوردم که روزی 1000 دفعه مرگ خودتو از خدا بخوای. ولی چه کنم که روزگار دسته منو از پشت بسته. من دستتو وا میکنم تا بفهمی که خیر و صلاحتو میخوام. اینجا یه آبدایی دارم که خیلی خرش میره. میندازمش جلو وثیقه‌ای چیزی ازش میگیرم که آزادت کنم تا روز دادگاه. آره آزادت میکنم تا ببینم چه گلی به سر خودت میزنی. بعد از نهار کجا حباس برم اصلا یادم نیست. خدا میدونه بعد کاری کردم کارم یادداشتی نکردم. آقا رضا بی زحمت یه دقیقه بیاین اینجا کارتون دارم.
کار خلاف شرع نباشه یه وقت باقی چی مواجه این ضبط صوت داداشم واسم فرستاده. با حال شما و میخواستم کارداش ببینم شما میتونین روشنش کنی؟ با برقی کار میکنی یا با هر دوش شارژ؟ کار میکنی. با حواس منو گاز چی آقا ریزا با باتری کار میکنه. اجازه بدین اول انگلیسیاشو بخورم. Yes no very good this way please. خیلی بد خط نوشته. بذارین این دکمه رو فشار بدم شاید به امید خدا منفجر شد. بسم الله. به جون علی آقا دیگه بچه‌های من همش موضوع رو فهمیدن. من چشمم به چشم اون ناکس بیافته بهش میفهمونم یه من ماچه انسیر کره میده. ولی مواظب باش کار دست خودت ندی. اجازه بده من در رو کنم. فکر کنم رضا الان خونه باشه چون این صبح تا اون صبح نشسته ور دل دختره تکون نمیخوره. بفرمایید. این هرچی بکشی بالا بلندتر میشه. به اصطلاح زمین آنتنشی که روش سباره. تو شاخش کو بزنید پریز برق خب چی بکنید. بابا چشم ما روشن. من علی جان داداش آزار اینه قربونت برم. هیا خواهد نمیکشی علی جان چیزی تکون نخور. نامرد اینجوری میخواستی از آبجی مواظبت بکنی؟ بس جوری مواظبت کردم میگی میکشمت. آخه چی؟ مگه چی شده؟ آخه چی شده؟ تو نمیدونی چی شده بی کس و کار؟ نشونت میدم. سب موزر بیل کن آخه چیزه؟ بندی خدا من که بخیلی نیستم اما قلم بگو از چی بخوایی؟ من نیستی آدم بتونم با حرف بزنه. چرا قابل نیستم؟ کافی نوشته بود که روی زیرو زندگی میکنه اما تو نارفتی با این دو دفتری که واسش خریدی یه بدنامش کردی. با خدا من بدنامش نکردم. تو داری من بدنامه تو نامرد بی صفت خفت تو لکه نگاه از رو دامن آبجی بردارم ناکس برای آبجی من فرق تلویزیون میخوری. خودت خریدی. من خریدم آره؟ آره خودت خریدی نرو. دلم بکنه زهرفمو بزنم. این فرش و مبل یخچال و تلویزیون تو برای آبجیت خریدی؟ من خریدم. آره تو. البته من پولش میدادم. آها اما به اسم تو برای آبجیت میفرستادم. اگه ایشکی ندونه الماس که استانبول عرق فروشی داره خوب میدونه. من هرچی میخریدم میدادم الماس واسه خواهرت بیاره بگه تو از آبادان فرستادی. خب آخه اگه میفهمید من خریدم قبول نمیکرد. آخه حالا مگه واجب بود که مریم این همه دم و دستگاه داشته باشه؟ عوضی داره بهش میگن منصور. منصور؟ آره منصور خالدار رو میگی؟ من دیگه خال مالش ندیدم. فقط میدونم خاله از جانب خواهرزادهی کارش این بوده که زیر گوش مریمه بگه اینی کم داری اونی کم داری اگه پول نداری بخری بگم خواهرزادم واسه بخری. اما تو اومدی دستمزد خوبی های ما رو دادی. خیلی متشکرم علی جان چون خیلی سعی کردم که خواهرت گوله نخوره. اگه اینجوری بود چرا از این خراب شده اعصاب کشی نکردی؟ چی بگم والا جوره نمیشد ولی حالا دیگه به امید خدا میریم. خیلی خوب دیگه من میرم چون ساعت 4 باید فرودگاه باشم. دادگاه دارم. ایش کن طوری که میخوان زندانی کنن حالا 4 روز دیرتر بکنن. به حال رئیس دادگاه چه فرقی میکنه؟ دادگاه باشه سر فرصت. آبجیت هنوز تو رو خوبه ندیده. چند وقت پیشش بمون بذار سایت بالا سرش کمانه کنه. همون سایه تو که بالا سرشه واسهش کافی آرزا. ولی اون داداششی میخواد تو رو میخواد که وصله تنشی. کمان یعنی بیا بگیر این مونی یعنی پول تو رو خدا نذاری بفهمه که این چیزا رو من واسش خریدم. ها بیا اینو بگیر که بری واسش سوقاتی بگیری. برو از دلش هم در بیار. برو در برم آقا رضا. فقط مواظب باش قضایا رو یه وقت نفهمه. ها معذرت میخوام مریم جون منو ببخش. میدونی من تقصیری نداشتم. از روزی که ننه خدا بیامرزمون فوت کرده پاچ کافی کردم. خودم هم نمیدونم چی کار دارم میکنم. چی؟ صلح برقرار شد. پس دیگه به وجود کسینجر احتیاجی نیست. بفرستیمش بره. یا چی؟ اینو بگی برای خود یه چیزی بخر. من فرصت نکردم سوغاتی برات بیارم. حالا دیگه باز برم کار دارم. هنوز نیامده کجا میخوای بری؟ میرم فرودگاه. کارم خیلی عجله است. باز همین امروز حرکت کنم برم کویت. خب دیگه خداحافظ. آقا رضا با اجازه قربونه برم الهی. آره بی سلامت خوش اومدی خدا. نه زحمت نکش. خدا نگهدار. برو به سلامت. دست خودش نیست. آفتابه زده به ملاجش. یه دفعه عصبانیه یه دفعه مهربونی یه دفعه میگه خداحافظ من میرم الکوبیت. خب
چه میشه کرد؟ مشکلش خیلی زیاده. من همه چیز از پشت در شنیدم آقای رضا. نمیدونم چی بهت بگم، فقط اینو بدونم که هر علاقه نسبت به تو داشتم امروز 100 چندان شده. تا حالا دیگه واسه علی دخل رضا را آورده باشن. آره منصور خان، اون آدم بیکله‌ایه. اگه این کار کرده باشه خودش هم میره زندون. اون وقت من میمونم و مریم که هم عشقشو برسم و هم بیارمش تو کافم که واسم کار برنامه نیست، هم عشقشو میرسی و هم واسه کار میکنه. شما این علی آقا سلام علیکم. یادت بهت گفتم اگه دروغ گفته باشی بلایی سرت میارم که مرگ خودتو از خدا بخواد. ولی علی آقا من به شما دروغ نگفتم، هر چی دیدم بهت گفتم، باور کن. آره چی روسای منو من راستش یه خود تو سر بوده سرکا ببینی چه برای سر اوسای من آورده. اوسا بلند شو بلند شو. کی تو رو زده منصور خان؟ چی بود؟ یا پسر حاج مأمور دستمش خونش هم بلدم. اینو فوراً برسون بیمارستان. جاش بلند شو. واسه بینم علی جون توی سلام کیاد مسافرت اومدی؟ بیا ببوسمت. آبجی و مادرم از خونه بیرون کردی، باعث مرگ مادرم شدی، دارون نداره ما رو بالا کشیدی. حالا خود بگو چه معامله‌ای باهات بکنم؟ این حرفا چی علی جون؟ من حق و حقوق همه شما رو دادم دست خواهرت، رسید ازش گرفتم، بریم خونه رسیدش تو نرو. اون رسید واسه یه عمت خوبه. اونو زندگی آبجیمو به زبون خوشبخت میدی یا به زورت چشم بیرون. من عبوتم علی جون، احترام موی سفید من نگه دار. این کاره واسه چیه؟ دربای خاک پدر مادرم اگه زندگی ما رو پرسنی همینجا خفت میکنم. ما که خودمونو انداختیم تو اچار. تو هم رو چرا بچی شدی علی؟ آی مسلمونه کمک کنی، داره خفم میکنه. کمک یا ترقومت بکشم بیرون یا نه؟ بلش کن پیر مردو، هیچ حرکتی نکن. خب اون که یک باب البته بگو ببینم کدوم کلانتری هستی حالا. باشه اومدم. باشه اوکی I'm coming to you. سلام رضا جون. بی سلام علیک. چی شده باز اینجا چی کار میکنی؟ چی بگم؟ رفتم سراغ مسئول خاردار، دقدقیمو خالی کردم. اگه نمرده باشه الان تو بیمارستانه. بعدم رفتم ثروت جمع همون نشد. ناکس حالا دیگه به من کلکه میزنی؟ میگی میخوای بری فرودگاه بعد میای کلانتری؟ پیش اومده دیگه. خلاصه راحتت کنم، به این زودی ها آزاد بشو نیستم. اما خب مهم نیست، فراموش کن. چطوری فراموش کنم؟ حالا میخوام تو آرام دوستی یه خواهشی ازت. خیلی خوب بگو ببینم چی میخوای، زود باش بود تا یادت نرفته.
اگه آبجی ما رو لایق میدونی عقدش کن. هن تو چی گفتی در حضور این پاسبان؟ عقدش کن تا دهن مردم بسته بشه و هیچ نامردی نتونه پشت سرمون ریک بشینه. والا نمیدونم چی بگم، دوغ زدی شدم. بذار فلاش بک بکنم. اینو بدون آقا رضا که هر علاقه نسبت به تو داشتم امروز 100 چندان شده. سلام پهمی شدی. ایوا آقا رضا شمایی؟ آره. سلام. ببینم از خونه جدید کم ناراضی که نیستی؟ هستی نیستی؟ ای خوبه بد نیست. پس اینم دست گلش بفرما. تفدیم با عشق. دست شما درد نکنه. آره. متشکرم. چیزا همین پیش پای شما داشتم به خودم میگفتم بفرمایید بشینید. آره میشینیم. آره داشتم به خودم میگفتم تو دنیایی که عمو و دختر عمو و نامزد و پیرزن همسایه خلاصه دوست و دشمن همه این گرگ کمی میکشن که آدمو تیکه پاره کنن، اگه سایه مردی مثل شما بالا سرم نبود خدا میدونه که چه عاقبت پیدا میکردم. بعد خیلی هم بهتره بود. اصلا این حرفا رو ولش کن. هر کاری کردم وظیفم بود و کارهای مهمتری در پیش داری. مثلا چه کاری؟ والا نمیدونم چه جوری واسط بگم. باید یه جوری بگم که اگه یه وقت ناجور شد باز بشه یه جوری جورش کرد داره. خلاصه اینجوری واسط بگم یه نفر پیدا شده که تو رو از جون خودش هم بیشتره دوست داره. به کسی نگی یا میخواد بگیرتت. منو ببینی انگار که اونو دیدی. من حتم دارم که حتما میپسندیش. چه جور آدمیه؟ من شکوکم که آدم حسابی باشه. این خودم در به داغونه. شغلش چیه؟ والا همکار خود بنده است. راستی خودت چه کاره ای؟ همکار همون خود بنده خواستگاری که واسط پیدا شده. راستی اینم بگم که داداشت با این وصله سخت موافقه. شدید. باش اگه علی موافقه من حرفی ندارم ولی اما چرا برای چی؟ والا آقا رضا خودت بهتر از همه میدونی که عمو و دختر عموی من چه بلاهایی سر من آوردن. من همیشه آرزو داشتم شوهری واسم پیدا بشه که از نامزد سابقم سر باشه، هم از کار و شغل هم از مال و ثروت، خلاصه از همه چی. دلم میخواست شوهرم مثل سیخی باشه که دائما تو چشای دخترم و شوهرش فرو بره. ولی خب این آرزون برآورده نشد. حالا هرچی شما بگین قبول میکنم چون شما جای برادر بزرگ منم. نه چی گفتی؟ من جای برادر بزرگی ترتم؟ بله من شما را از علی هم بیشتر دوست دارم. اگه واقعا صلاح میدونین به خدا من رو حرف شما حرف نمیزنم. باید این خواستگار یه جوری دست به سرش کنم. شاید بتونم که ردش کنم. اون آخه خیلی درب و داغونه. باید برم تو خط یه خواستگار پولدار که بتونه تو رو به آرزوهای طلاییت برسونه. خب اونم زیر کلم دارم. برات پیداش میکنم. شب زودتر بیاده داشت. میخوام واسه شیرین پلو درست کنم. عبدالله اینم خاله پا. به من چی که تو عبدالله نیستی عبدالله نیستی؟ حالا چه منظوری داری هی در پای شلوارت برای من میزنی بالا؟ باز داره راه میافته میگم برای من های جریمه بشی. من رفیق آقام جیمه آقای نادریت داره آخه. به جناب آقای باستوقیان مشتاق زیارتیان بسم الله بفرمین. آقا به جون شما من خواستم جلوشو بگیرم ولی حریفش نشدم. کاری که میخواد جلوتون بگیره. ناراحت نکن. من میدونم از دست من شکاری ولی امروز برای نیومدم اینجا. اومدم پیشنهاد ازدواج بهت بکنم. پیشنهاد ازدواج؟ نفهمیدم. اونم با دختری که تو برام پیدا کردی. تو میخوای واسه من زن بگیری؟ آره چه اشکالی دست برات بلنده کردم. آره بگم چای میخوری یا سرکه شیره؟ البته هم چای خوبه هم سرکه شیره ولی من چای میگم. آقا من اصلا نیستم عبدالله. دیگه دارید به خودم میذارم تو گوشت. نوشو خوری اون چاق چلاشو برده بیا فهمیدی از اون چای مخصوص برده بیا واسه آقا رضا. آقا چای دوست داری؟ بله آقا شد. ببین چی من چای ساده دوست دارم. الان چرا وایسادی؟ بشین بابا جون بشین راحت باش. ببینم تو که پیشنهاد ازدواج برام کردی چرا خودت زن نمیگیری ها؟ والا نمیتونم یعنی گرفتارم چون تو کوچه ما سر من دعواست. این همسایه میگه دخترمو بهت نمیدم، اون همسایه میگه من اصلا بهت نمیدم. حالا
موندم این وسط که چیکار کنم و کدومشونو نگیرم. خب خوشگلی دردسر داره دیگه، چیکار میشه که؟ آره ولی خب این تو دردسرا رو نداد. حیف تو نیست که با این همه ثروت تنها باشی و شبا بری رفت تنهایی منو ببری خونه. من تو رو بردم تو خونم؟ نخیر من تو رو بردم خونم. راستی این چایی که گفتی چطوره؟ چای حاضره قربان. چای سلام علیکم. سنگازون خودشه. چقدر خنگی به خدا، تو گفتی برو چای گرفتی پاسبان بریم ما. سرکار این آقا رو برین کلانتری، من از دست شاکی هم میفهمین؟ از دست شاکی هم. این آقا جیبوه تو من نه تو مگه زده به کله رفیق. خب اگه نمیخوای زنه بگیری نگیر دیگه، کلانتری کشی واسه چی؟ سرکار جون ببرین من خوشتره بیام برش ولی من باز از تو کینه‌ای به دله نمیگیرم رفیق. برای ثابت کردن این موضوع حاضرم ماچت بکنم. لازم نکرده آقا، همین ماچات بود که پدر من در برده. بفرمین. دیوانه شده ما جسی. ماما این کباب ما چی؟ کبابتون الان حاضر میشه. فعلا نون پیاز بخورین تا اشتهاتون وا بشه. شما هم نون پیاز بخورین. چه فرمایشی دارین؟ میگم بالاخره نگفتی این آقا رضا کجاست که امشب پیدا شد؟ برو یه سر گوشی آب بده ببین نکنه خدای نکرده بلایی سرش اومده پاشون. به روی دو تا چشم فردا صبح از خونهشون میپرسن. فردا صبح چیه؟ مگه الان چشه؟ مگه اون الان تو آسینم از کجا پیداش کنم؟ چطوره برم سوپرمارکت بگم یه رضا باسلاقی من این حرفا سرم نمیشه. من رضا باسلاقی میخوام، همین شبم میخوام. همین چشم میرم یه کاریش میکنم. میرم خونهشون، اگه خونهشون نبود یه سری میزنم هیمالیا، اگه اونجا نبود میرم ایتالیا، اگه اونجا نبود میرم قزوین. بگم خیال راحت باشه، من ترتیب کارتون میدم. بگو ببینم مریم حالش خوبه؟ آره خوبه. چه گفتی؟ من که بازم تو این طرفا پیداش میکنم. این شهادتشو ببینم. گفتم بازم تو این طرفا پیداش میکنم. اصلا یه پوز بنده بهش بیزن. تو اول بگو از کجا فهمیدی که من اینجا هستم؟ میگم که تو باز اومدی این طرف. میگم ببینم میگم وقتی رضا باسلاقی پیش من نیاد تو خونش هم نشه پیداش کرد معلومه زندونه دیگه. عباس خوبی که تو اقلا بفرد که من هستی ها. نه نادر انجیمش اومده بود عباس نادر خواست ولی ما چیزی من گفتیم خودت برادر خواهد اگه پیشم هر دانتم خودم میگیرم اصلا ناراحت نباش. مگه تو ننه بگیری میگم که نادر خان بیشتر از من به فکر شماست. اون منو فرستاده اینجا. بلش کن بابا معلوتی خودش شکایت کرد منو این وقت اینجا. عجب ماهی دودی کشیدم، فقط دودش کمه. آقا جون معذرت میخوام، الماس کار واجبی الماس که جواب فروش میگی؟ اجازه هست بیاد تو. اون الماس بگو تو الماس کافه چی میگی؟ خیلی وقت ندیدمش، از دیشب تا ندیدمش. سلام باکلا عرض میکنم. سلام بیکلا. ببینم این وقت روز چیکارم داری الماس؟ نکنه خیال داری حساب دیشب ازم بگیری؟ ای بابا حساب مصاب فدای سرتون. از رضایی یه مقدار کنیاک آوردم برام، یه شیشه‌ش آوردم که یه پیکی بزنین ببینین میپسندین یا نه. حالا مراقه نداری تازه ببینم این کارو میتونی امشب تو کافه بکنیم. من که میدونی وسط روز تو محل کارم مشروب نمیخورم جانم. آخه میدونی چیه؟ میخوام پول بابا رو بدم بره. میخوام بدی بره. اگه شب بیاین بخورین باب دلتون نباشه دیگه نمیتونم پسش بدم. بله یا که من طول روز مشروب نخوردم، میترسم یه وقت سردردی میگرنی چیزی بگیرم. حالا یه استکان طوری نیست آقا جون، منم بعضی روزا یه استکان میرم بالا. به گور پدرت میخندی میری بالا، میبرم تو زیدن این بطری میکنم تو گوش دستالله. چند دفعه بگم آقا جون من اسدالله نیستم عبدالله، اینم خاله پام. میخوان نشونتون بدم. عصبانی شدن براتون خوب نیست. آقا من چجوری بگم این خالص داب برده که واسه سرم و گرما کنیاک کنیاکا نیست. از اون کنیاکا تو به دست گفته موکر باش. بفرمایید. ببینید من این گیلاس فقط به خاطر رفع ناراحتی این خال کوفتی تو میخورم، ولی ممکنه بود تو محل کارم مشروب بخورم. امکان نشه. شرمندم آقا جون. باش تا جون دره. خب کنیاکش چطوره؟ اصلا خوبه. یپشید خیلی میگیم بخورید نوش جونتون. اینجا دیگه میریم دومیشم دپشه. خب این یکم بخورین تا ناراحتیتون به کلی رفت بشه. بیدی رفت کنیم ایزون اونجا که درد غم نباشه. به شما میرسه تو صف بایسته. رفت ولی میدونیم مشروب بدون باسلوق این مزه نمیده. رضا باسلوقی رو میگم اصلا به این مزه نمیده بدون اون. عجب دوست نازنین. آی گفت خیلی خوب تا همشم بریم بالا. دست رضا رو میذارم تو دستتون. بدیم به من. ببینیم معلومه که میریزم. میخوام همچین نرمک سر حال بیای. یه سر خلا نشستی هم بدونم.
بفرمایید میل کنید. ریختی مگه؟ ببینم این رضا باسلوقی چطور شد؟ من رضا جونم میخوام، من این چیزا رو نمیخوام. آخه اون که نمیتونه بیاد اینجا، ما باید بریم پیش اون. اون یه سردار و 1000 تا شیپیشه. خب پس چرا معطلی؟ بریم پیشید. چی شد قربان؟ بله درسته، ایشون به اتهام جیببری بازداشت شده. آخه کدوم آدم احمقی ازش شکایت کرده؟ نمیدونم. کدوم آدم بی سر پای گفته که رفیق من جیببری قربان؟ شخصی به نام نادر صبور. اون که داخل آدم نیست، من خودم پولش میدم. خودتونو میگه، حواستون کجاست؟ جدی میگی؟ من خودم داخل آدم نیستم. آخه چرا من داخل آدم هستم؟ من مرضش شکایت کردم ازش. والا ما متخصص الکلی، از امراض داخلی و خارجی خبر مبر یختو. خیلی خوب قربان، اگه من ازش شکایت کردم خودم هم رضایت میدم. شناسنامه یا کارت شناسایی هم دارید؟ بفهمید این هاش، اینم کارت شناسایی. اصلا می‌نویسم که ازش شکایتی ندارم، حالا قضیه کنده بشیم. خیلی خوب، شما مرقوم بفرمایید. من می‌نویسم آزادش کنم. میفرمایید. مرقوم با چی؟ با قاف؟ تو فکر میکنی خیر میبینی از اینکه ما را از زندون در آوردی بیرون؟ باور کن به جان آقا رضا، این یکی دو شبی که تو نبودی و نه خواب به چشمم میومد نه خوراک داشتم. تنهایی خیلی ناراحت کننده است. ببینم تو چرا زنه نمیگیری؟ چی؟ زنه بگیر که از تنهایی دره بیای. اگه میتونستم که خوب بود. هم؟ نمیتونی؟ نه. نکنی به قول خواننده معروف قصه تو گفته نشده تموم میشه؟ نه، من هنوز هیچ دختری قصه نگفتم. و الا یه عالمه قصه گفته نشده دارم. خب آخه علتش چیه؟ تو که الحمدلله چیزی از من کمی کسری نداری. چرا؟ 20 میلیون تومانی کسب. 20 میلیونی؟ میدونی پدر مادر من آدمای فقیری بودن. حتما اونا 10 میلیونی داشتند. 10 میلیون. من 10 ساله بودم که مادرم مریض شد. دکترها میگفتن باید ببریش خارج تا معالجه بشه. اما پدرم پول نداشت، به هر دری که زد نتونست فراهم کنه. تا اینکه یه شب مادرم جلوی چشم من مرد. بابام عاشقش بود. وقتی مرگ اونو دید دیوونه شد. حتی رعایت حال منم نکرد. همونجا بالا سر جنازه مادرم اینقدر تو سر و صورت خودش کوبید تا مرد. مرگ پدر و مادرم اثر بدی رو من گذاشت. با اینکه بچه بودم و عقلم به جایی نمی رسید، از همون شب تصمیم گرفتم که پولدار بشم. از فردای اون روز مشغول کار شدم. روزا کار میکردم و شبا درس میخوندم تا سن 18 سالگی. بعدشم رفتم تو معاملات زمین و بار خودم رو بستم تا امروز که صاحب همه چیز زمین خواهد شدی به عبارت ساده تر. میکنم، ولی هنوز فکر میکنم که 10-20 میلیون تومانی کم دارم. واسه همینم هست که زن نمیگیرم. میدونی شبا واسه چی میام کافه الماس مشروب میخورم؟ برای اینکه چشمم به زنی نیفته و حوث ازدواج به سرم نزنه. بالاخره که چی؟ تو باید زنه بگیری. این همه اساس و تشکیلات تو این خونه به این بزرگی وله معطلم. کرکیره هارم که کشیدی کسی تو رو نبینه. سرپوشم گذاشتی رو تمام اساس، مثل اینی که خاک مرده روشون پاشیدن. والا نفس کشیدن تو این اتاق مشکلی. انگار تمام غم و غصه دنیا رو تو این خونه خالی کردن. آخه اینم شد زندگی. میفهمم. منم این موضوع رو حس میکنم. اصلا تنهایی من باعث شده که بعضیا بهم بگن دو شخصیتی هستی، دیوونه ای، ولی من همه این حرفا رو نشنیده میگیرم. میدونی برای چی؟ برای اینکه میخوام 2 سال دیگه عروسی کنم که ثروتم رسیده باشه به 50 میلیون، که هر وقت زنم سرش درد گرفت با هواپیمای شخصی بره اروپا خودشو معالجه کنه و برگرده. میخوام یه وقتی عروسی کنم که زن و بچم درد نداری رو حس نکنه. بابا تو که با 30 میلیون ثروت میترسی زنه بگیری. لابد من باید فردا برم به اشت زهرا قبر خودم رو بکنم.
اصلا از اینا گذشتی. تو میخوای ثروتت برسه به 50 میلیون بعد زن بگیری. من بدبخت میخوام اول زن بگیرم بعد میلیونر بشم، چه گناهی مرتکب شدم؟ تو میتونی زن بگیری، یکی انتخاب کن، خودم خرج عروسیت میدم با کمال میل. قربون داخل تو که شب واسم زن میگیری، خونه 4 طبقه میسازی، صبح میزنی زیرش، اگه راسته میگی خرج عروسی ما همین الان رد بکن بیاد. میدم خرج عروسیت که چیزی نیست، من جونم هم فدات میکنم آقا رضا. جونتو بدی اول پول بده قربون اون دهنت شد یه چیزی. زود باش ردش کن بگی. زود باش میخوام برم زود باش ما. یا یه چک سفید واسه امضا میکنم، هر قد خرج عروسیت میشه توش بنویس و برو از بانک بگیر. چکی سفیدن میدن پول به بانک. گوش کن ببین چی میگم. عبدالله عبدالله باش، عبدالله نباش، امرالله باش، امرالله نباش، خیرالله باش، هر کوفت و زهر ماری که دلت بخواد باش. ولی یه بر چک من گم شده میفهمی، گم شده باید پیدا بشه، چک من هر طور شده باید پیدا بشه. برو تلفن کن خونه، آشپز و راننده و باغبونه، مستخدم و رخشور و ننجونه، همشونو بعد بیار اینجا نشد تو تجارت خونه. ببین چک من کی بردشه فوری ازش پس بگی بعد بیا. والله همتون اخراج میکنم، به خدا همتون میکشم زیر اخیه، بعدم اخراجتون میکنم. فهمیدید؟ منو دیگه واسه چی آقا؟ و چی؟ از تکات تویی که باید بری زیر اخیه برای بیلیاقتی. من که اونا رو نمیشناختم که، همشونو تو برداشتی آوردی تو خونه من. خیلی خوب. اما نه آقا اون کاراته بازه، با اون نمیشه طرف شد. کاراته بازه؟ میرم تلفن میکنم به مستخدم. به مستخدم؟ بله تلفن میکنم به مستخدم. خیلی خوب برو تلفن کن به مستخدم، اما یه بچه که منو پیدا کن. چشم. معذرت میخوام آقای نادر صبور رو میخواستم. بله بفرما. میبینی وقتی بهت میگم بیلیاقتی بی خودی نمیگم، واقعا بیلیاقتی. کارتو ول کردی اومدی اینجا، حالا هر کی از اون میشه زرتی باشم چی بیاد تو. آقا اولا که خودتون منو احضار کردید، نیشتوانتون درست با من که این از اون حرفیا نیست. آقا یه چیز دیگه نگاش کنی. ببینه نگاش کنی. گفت با آقای نادر صبور کار دارم. این مسخره بازی ها چیه در بردین؟ براق شدم روش. نادر صبور؟ نادر تو خود بندم دیگه. ببخشید. یه برو ویسکی بیکن بزن. بیدو زود داشتی هم میشه. آب حیاتی، آب حیاتی. یه بده تو حیات خور دب باقی بکنم روشن شد بکنم باشه. ای توپه جلوشو گرفتی؟ این بیپیر این همه بلا سریت آوردی باز داری میخوری بدش من واسه ضرره داره. گوش کن چی میگم، حالا نمیشین یه قلوپ با ما ببینی بذاری بخوریم چطور میشه مگه؟ وقتی خانمو گفت مشروب نخور یعنی استوپ نخور. استوپ نخور؟ استوپ ویسکیه بخورم بابا. یه وقت بوی دهنت میفهمه و تو رشیم میکنه. خب بی سر پا نیستیشه بخوای حرفشون نشی نفته بگیری. بعدش اونم از هم طبقات خودته. بابا شقای صاحب دولت ماشینشی که بیدی صافی داره. 10 تام کشتی خجالتی داره، 2 تام هواپیمای فسقی. چکون نده اینو. وقتی هم عروسی میشه اقلا چنده میلیون تومن جهاز با خودش میبره خونه شوبر. اینو من میخورم به سلامتی سلمه. خدا خوردی؟ برو پیشش بشین باش حرف بزن سرشو گر کن. منم اینو به سلامتی میخورم. بخور خود پدری ازت در بیارم خودت هست کنی. مریم جون میگم برای خوشبخت شدن یه زن شوهر چقدر پول لازمه ها؟ بستگی داره به اینکه چقدر همدیگر رو دوست داشته باشن. زن شوهرایی هستن که حتی اگه 500 میلیون تومن هم داشته باشن هرگز رنگ خوشبختی رو نمیبینن. اما زن شوهرایی هم پیدا میشن که با ماهی 500 تومن درآمد در کنار هم خوشبختن، چون همدیگر رو دوست دارن. تو چی؟ دوستم میداری؟ از جونم هم بیشتر. با هم عروسی میکنی یا نه؟ آره عزیزم از خدا میخواد. خب پس همین فردا ترتیب خواستگاری میدم، منتها باید قبلا تلفن کنم به پدری. چی گفتی؟ به پدرم تلفن کنی؟ آره دیگه آقای صاحب دوله. چی شد مریم؟ چرا گریه میکنی؟
یعنی چی؟ ناراحتی نباش الان درستش میکنم دیگه شربتی بکن. این چی؟ واسه چی گریه میکنی؟ چی بیش گفتی؟ من چرا چیزی بهش نگفتم. گفتم میام به پدر تلفن میکنم میام خواستگاری از این حرفا. بی خود اسم باباشو جلوی روحش آوردی. چی؟ آقا باباش مرده عمرش داده به من تو. خب پس چرا زودتر نگفتی که بهش تسلیت بگم اقلا؟ دیگه داغش تازه نکن. تازگی که مرحوم نشده بعد مال چندین سال پیشه. نفهمیدم. تو که تا دیروز میگفتی صاحب دوله زنده است؟ ممکنه. یعنی چی ممکنه؟ آخه صاحب دوله یه اسم مندراری من دیدم بابای مریم اسم درست حسابی نداره این اسم من گذاشتم. اصلا بابای مریم کی بوده؟ یه بنده خدای مجهول الهویه گویا که معمار بوده. از این معمارای بسوز بفروش یا صاحب کشتی تجارتی؟ والا کشتی هاشم غرقی شدن. هواپیماهاش تو؟ هواپیماهاشم سقوط کردن. پس شرکت های تجارتیش میکنم تو چشتا؟ شکست شدن دیگه. چشمم روشه. بعد چانسیه دیگه. خوبه چی کارش؟ از اون چند میلیون پولی که میگفتی داره اونم علکی بود یا دولکی بود؟ علکی دولکی هم نبود. من اشتباه کردم. 10-20 ریال بود با میلیون اشتباه شده بوده. اشتباهی جزئی ببینم نکنه میخوای بگی رستم همین یه دست اسلحه‌ای که تنشه؟ تقریبا. دیگه چرا تقریبا؟ آخه بعضی از اون رختاییم که تنش دیدی آریس مال خودش نیستش که. اون اتومبیلی که تو رانندش بودی اون چی؟ رو مثل اونو توتومبیلم کرایه هست. ببینم اقلا یه خانواده حسابی خوشنامی که داره. بله اونه که دیگه نگو. یه برادر داره که الان تو زندانه به جرم چاقو کشی. پس با چی زندگانی میکنه تو انگشتر؟ من میکنه. آخه دادشون سپرده دست من. مرد که جوالنق. پس چرا از روز اول حقیقت رو به این نگفتی؟ اینجا رو بیل کن. برای این که از روز اول هم اونه دوست میداشتم هم تو رو دوست میداشتم. دلم میخواد شما دوتا به هم بریسیم. بدکاری نمودم. آخه احمق جون بدکاری نمودی که وقتی اون دروغ رو تحویل من میدادی فکر عاقبت کارو نکردی؟ چرا فکر عاقبت کار میکردم ولی با خودم میگفتم چشم و دل که دید و پسند نمیشه بعضی ایبای کوچیک و تشخیص. ایبای کوچیک و ریزه میزه رو بله اما دروغگویی و کلاهبرداری رو نه. نادر خان حالا که داری میری بیا عینک تو بگیر که مشغول زنبه. من از بجه تو دیگه عینک نمیزنم مال خودت. خب نزن خود رضایت داری. Thank you very much himself. گریه نکن مریم. روز اول که واسط گفتم سنگ مفته و گنجشک مفتی پرونیم شاید به هدف بخوری. روز اول من هیچ احساسی نسبت به اون نداشتم اما حالا دیگه نمیتونم دوریشو تحمل کنم. دوستش دارم داداشون دوستش دارم. تو دوستش داری؟ خدا من نکشه کمش تسخیر منه. اومدم ابرو رو درست کنم زدم چش چالشم کوره کردم. حالا پاشو بریم خونه. شاید تو راه یه میلیونر گیر آوردی. میلیونر قحطی که نیستش بابا. دوستان عزیز همونطور که اطلاع دارید شرکت سراب روز گذشته رسما منحل و باید بگم که از امروز این تشکیلات به نام یک مؤسسه تجارتی فعالیت خودش رو شروع خواهد کرد. من وظیفه دارم خانم ها و آقایون رو به مدیر جدید معرفی بکنم ولی برای ادامه کارشون تضمین نمی‌کنم. تشریف میارن. خیلی خوب آماده باشید. سلام خانم شما اجازه بدین دستتون ببوسم. باور کنید من حتی فکرشم نمی‌کردم که شرکت سراب در اختیار شما قرار گرفته باشه اما به هر حال خیلی خوشحالم. حالا اجازه بدید که کارکنان شرکت رو به حضورتون معرفی کنم. فکر می‌کنی وقتی این کارو داشته باشی؟ اصلا و ابدا. فعلا برین مشغول کارتون بشین تا تومار یعنی فردا برین گمشین. آدم سویدن و جدول حل کردنم فراموش کنین یعنی نکنین. میخوام پاک آبروی مؤسسه رو ببرین یعنی نبرین. شما خسته شدین خانم بفرمایید بشین. یعنی نمی‌کنین. چی؟ خیلی خوبه. خب منو یادت هست؟ من واقعا شرمندم. تو ظلم بزرگی نسبت به من کردی چون من واقعا دوست داشتم. تقصیر من نیست خانم. عمو و دخترموتون انقدر تو گوش من خوندن تا منو منحرف کردن. خب شاید قسمت نبود منو تو به هم برسی. به حال من بعد از تو با یه پیرمرد پولدار عروسی کردم. اونم بعد از 3 ماه مرد و هر چی داشت گذاشت برای من.
حالا من موندم و یه ثروت بی‌حساب که نمیدونم چیکارش بکنم. واقعا زندگی بدون عشق هیچ ارزشی نداره. شما جوانک بیا اینجا کمان تلبو بیا. نامزد سابق خانم تو بودی؟ آره خودم بودم. هنوزم یه باشکی دوستی داره. چند دفعه به من گفتم داخل آدم نیست. حالا اگه بتونی یه جوری از دلش در بیاری این شانسو داری که شوهرش بشی. آخه من زن دارم. خب فوراً برو طلاقش بدی. برو ببینم چی کاره بکنی. برو طلاقش بده، منم اینجا منتظرتم. خیلی زود طلاقش بدی. خواستگاری؟ بله خواستگاری. خواستگاری چی؟ راستش بنده پیروز دختر خانمو توی خیابون دیدم، چشمم یک دل نه 100 دلشونی گرفت. رفتم پرسجو کردم، گفتن که سبیه جنابالوه. اینی که بنده زرتی پاشتم اومدم یه خواستگاری. والا وصلت کردن با شما برای بنده افتخار بزرگی. ولی چه کنم که سبیه چند وقت پیش شوهر کردن. چی فرمودی؟ خانم شوهر دارن؟ شوهر چه عرض کنم، بفرمایید ببال گردن. نه خیلی خوب. خب پس اگه اینجوری بنده رفع زحمت میکنم. البته اینم بگم که بنده هیچ اطلاعی از شوهر کردن خانم نداشتم و الا ممکن نبود، امکان نداشت که زیرتی پاشم بیام اینجا خواستگاری و خودم سکه یک پول بکنم. آقا خواهش میکنم این حرفا چیه؟ این حرفا همونه. به هر حال بنده مرخص میشم. خدا به شما. خواهش میکنم حالا تشریف داشته باشید. باز خواهش میکنم تشریف داشته باشم. نه جانم، بنده کار زندگی دارم، همجور همه کارام ول کردم اومدم اینجا. باید برم زودتر به کارم برسم. جانم نمیتونم بمونم. خیلی خوب، یعنی چی؟ میخواین تشریف ببرین طوری نیست، اما توجه داشته باشین که اگه چند وقت بهمون مهلت بدید شاید بتونم یک کاری براتون بکنم. ببینم. بله بابا جون درست میگه. منظورتون یک کاری متارکی چیزیه دیگه؟ بله همینطوره. خوبه. البته کاری نداریم که جنس دست دوم نصیب ما میشه، ولی خب چشمم کور، خواستیم و پسندیدیم و بعدم صبر کنیم. چه کنیم دیگه؟ با اجازهتون این کارت بنده بدم خدمتتون که بعدم بهم تلفن بزنه. قربون شما میگیرم. قربون شما. زمان نکشید دیگه، خودم میرم. سلام شلیکی شدی. سلام آقا رضا، بفرمایید. نه دیگه میخوام برم. بگو ببینم چی کاره کردی. هیچ کار ما الحمدلله تمومه. فردا میریم دادگاه حمایت خانواده. حتما بعدش هم میخوای با مریم خانم عروسی بکنی. خب معلومه. آخه خیلی خدا، یکی که میخواد با همچی خانم محترم و پولداری عروسی کنه باید چشم روشنی بهش بده. همینجوری مخت 500 که نمیشه. والا راستش من که چیزی ندارم. چیزی نباشه با تو سیف بذار، بگو تا خونه رو بمیدین منم طلاق نمیدم. مثل این که بعدم نگفتی. آره جونم، وقتی خونه رو به اسمت کردن سندشو به نام مریم خانم بکن، بعدش هم کادو پیچش کن، دو دستی بیار بهش بده. ویلا با پسر بی صاحب الدوله عروسی میکنه، سرت میمونه بی کلاه بی نوا. چی گفتی؟ پسر بی صاحب الدوله؟ آره رقیب عشقی داری بدبخت. پاشو برو همین الان بهشون اختار بکن، بگو طلاق بی طلاق. پاشو چقدر این تند را میره. معذرت میخوام. ای دختری عبدانی وای چه خوشی گلی من بفشخیته. بله معذرتی میخوام، میرزا عادل شما این؟ بله خودم هم. فرمایشی داشتین؟ سلام عرضی شد. علیک سلام. گفتم کاری داشتین؟ من خواننده راننده آقای صبورم. یه خبر دست اول براتون دارم که 30 میلیون میارزه. آخه سرپا که بره، بفرمایید تو. نه خیر، من باید تشویر ببرم. فقط بفرمایین که طلاق دخترتون گرفتین یا نه؟ والا نه هنوز که نگرفتیم. چطور مگه؟ وای به حالتون. پس باید اعلان خطره بکنم که نادر خان صبور داره از دست میره. اگه هر چیز زودتر طلاق دخترتون نگیرین نادر خان دختر صاحب الدوله رو میگیره. آخه دومادم دبه در آورده، میگه طلاق نمیدم. چیز میخوره که نمیگیره، یه چیزی بهش بدین ردش کنین بره. اون حتما کلک انداخته که این خونه رو بگیره، شاید خودتونم بگیره. تا نادر خان از دست نرفته قال کار بکنین. اینجوری که نمیشه. شما برین به کارتون برسی، برین باغچه آب بدین، برین صفا کنین. برو تو، برو به من سلامت. چی کار باید بکنم معلوم نیست. بالاخره آخر تو بزن. چقدر میخوای که طلاق بدی؟ چرا از من میپرسی؟ خودت ببین چقدر میتونی بدی. من پیرمرد دار و ندارم، همین یه خونه است. اگه واسه این خونه دندون تیز کردی خجالت نکش، بگو. من به هر قیمتی که شده میخوام طلاق دخترم از تو بگیرم. اگه واقعا برای طلاق گرفتن مصرین باشه، اشکالی نداره. خونه رو به اسم من بکنین، منم طلاقش میدم.
5 دقیقه صبر کن نتیجه رو بهت میگم. تا برنگه نبودم گاهی اوقات یه پیکک میذارم. آره میدونم. ببین کی؟ الو بله. عرض کنم که منم میرزا عادل مجددا مزاحم شدم. اختیار داری چه مزاحمتی؟ آقا این دوماد ما داره کار دست ما میده. ایجوری اسدالله آقا جون من اسدالله نیستم، من عبدالله. اگه یه دفعه دیگه بگه اسدالله نیستم عبدالله خواندن با همین گوشی میکنم تو با شما نبودم با این اسدالله. گوش کن چی میگم. یه ملک 6 میلیون تومانی بهش در زن آیندم بکن. روز بله برون میخوام به عنوان شیربا تقدیمش کنم. فهمیدی چی گفتم یا نه؟ بله آقا شنیدین که چه دستوری دادم قربان؟ بله شنیدم. اگه اینجوره من همین امروز خونه رو به نامش میکنم با امید خدا هر کاری که دلتون میخواد بکنی فقط یه زودتر بکنی. قربون شما. پس اول اینم محضر برای انتقال خونه بعدم دادگاه برای طلاق. آره خب با من دیگه کاری نداریم. نخیر از اولش هم کاری باید نداشتیم. به سلامت خوش اومدی. به سلامت. سلام قربان. با فرامرز کار داری؟ اتاق 24 گوشی رو داشته باشید. سلام حالتون خوبه؟ سلام خانم تشریف دارم؟ نه خیر امروز اصلا تشریف نیاوردم. خیلی خوب خداحافظ. فرامرز ای تو کجا بودی جمونک؟ ما الان 1 ساعته که منتظر توییم. تو محضر معطل شدم. رفته بودم خونه رو صلح کنم به نام مریم خانم. اینم قبالش. ببین حالا دیگه صابخونه مریم خانومه. بدیش به من ببینم اینو میدادی کادو پیچش بکنن. آخه اینجوری که آدم چشم روشنی به کسی نمیده. واقعا اینکه تو آدم خیلی خوب بده برم کادو پیچش بکنم. کجا بری؟ آقت بالا منتظری که مهمونم دارن سماقه میمیکن. ولی من که آمادگی ندارم باید برم لباسم عوض کنم. این وضعیتی کافیه دیگه لباس پوشیدنم بیا از من یاد بگیر. نگاه کن خوبه میگی. خیلی خوب من میرم. کجا؟ نمیشه جون تو. کجا با همین لباس میا یا به زور ببرمت بالا؟ خیلی خوب میام با. بریم. بایسته من الانو برای میگردم. سینه به میزه عادل عاقل. سلام فهمیشون. خوب شد که شما ها اومدی. متشکرم. نادری خانی عاقد آورده منتظر شما. ولی اینکه هنوز عدهش تموم نشده. خب عقدش همین امروز خالی میشه. شما ناراحت نباشید. ما از بساط عقد خبر نداشتیم. فقط اومدیم به نادرخان مژده بدیم که کار طلاق گرفتن نازی تموم شده. خب خیلی خوب حالا که آزاده بی خود اینجا باید نسته بیاد بره زن نادرخانه بشه. عزیز جون عرض کردم این هنوز عدهش تموم نشده. واسه همینم نه ما از کسی دعوت کردیم نه این لباس مناسب پوشیده. خیلی خوب این که چیز مهمی نیست. من که لباس پوشیدم برای هر پوشتید کافیه. چرا؟ بابا جون عرض کردم ما لباس مناسب نپوشیدیم. خیلی خوب هر حرفی داری نه اصلا اینجا حرومش نکنین. بیاید بریم بالا به خود نادرخانه بگیم بهتر نیست؟ بسیار خوب ما فقط میخوام مژده متارکی کردن نازی رو بهش بدیم. کار دیگه ای نداره. توفه این نتنزم که اینجا به کوری چشمتون همین الان با پول داترین دختر ترون عروسی ببینیم و تعریف کنیم. بالاخره ما هم یه غلطی میکنیم. بیاین دعوا نکنید. دعوا چیه؟ تو خیال میکنی آیا دوشیزه مکرمه معظمه مریم پرمعمار به داعی وکالت میدهند که ایشان را با صداق 1 میلیون تومان وجه نفت و 1 جلد کلام الله مجید به عبد دائم آقای نادر صبور در بیاورم؟ تکرار میکنم آیا دوشیزه مریم پرمعمار به داعی وکالت میدهند که ایشان را با خبری دارم وجه نفت و 1 کلام الله مجید به عبد دائم آقای نادر صبور در بیاورم؟ این مرد کلش دروغگو حسابی ما رو دست انداخته. میدونی چه اون نادر هم تو ما گفته شخصشون روغه بازی کردن که ما رو دست اندازن. شهر اومد پاشو عروس منتظر عروس بیارید خانه دست بگرید نشون بده. بدون این قبالارم به عنوان چیزی به تو تقدیم کردن. برو ببین کدومشون من الان برمیگردم. دیگه موندن ما اینجا صلاح نیست. بایستیم کارتون دارم.
بله چه فرمایشی داشتی؟ من و شوهرم از کاری که کردیم نظری نداشتیم، فقط میخواستیم ببینیم که زندگی یکی از هم پاشیدن چه مزه‌ای میده. چون شما هم یه روز زندگی منو از هم پاشیدی و اگه دوست داداشم آقا رضا به داد من نرسیده بود معلوم نبود الان تو کدوم لجنزاری بودم. ولی من از شما کینه‌ای به دل ندارم، برای همینم ازتون خواهش میکنم که زندگی گذشته خودتون از سر بگیرید، البته با اجازه عمو جون. و اما در مورد این خونه، همونطور که میدونی اونجا زادگاه منه، من اون خونه رو دوست دارم، میخوام برم توش زندگی کنم. ولی برای اینکه شما هم بی جا و مکان نباشی به شوهرم میگم یکی از خونه هاشو به عنوان چشم روشنی بهتون بده. حالا بفرمایید خواهش میکنم. دخترمو جون بفرمایید. شما بفرمایید. خواهش میکنم. بیاین خوش اومدین. از اینکه دعوت خانم من قبول کردیم واقعا متشکرم. گوش کن اسدالله، خانم آقایون راهنمایی کن به سالن پذیرایی. من اسدالله نیستم آقا جون، من عبدالله مینم، خاله پام. الان نشونتون میدم، بفرمایید. در کن ببینم الکی شلوارت نزن بالا، خاله باید رو کنی که همه ببینن. واقعا که بردی خال پای من چی میخوای رو کنی؟ چه بابا که نگاه کن. حتی منم که از تو زبیلترم، ما نگاه کن. خاله ندارم. بفرما. مرکی که تو الان سالهاست که داری از شهرت جاده آبادی من استفاده میکنی بگرم تو کشت آزادره. معذرت میخوام، حتما اشتباه از طرف من بوده. اسدالله من، عبدالله ایشون. خیلی خوب عبدالله راهنمایی کن. بفرمایید آقایون، خواهش میکنم. توجه همه به من بنگریده. دارم تو مایه خیلی شد روی سخن با شما عروس خانم شاد اومد. بگو بده تنظیم خانواده کاری بکنه که داره استفاده، بچه که از دو تا بشه اضافه پاک هر دو تا رو میکنه کلافه، پاک هر دو تا رو میکنه کلافه. بشنو زمن ای عروس ای گل تاج خروس، از من به تو نصیحت قبول کنین حقیقت. درسته که شب جمعه درازه در بهشت روی مورد بازه، تا میتونی علاج کارو بکن و بیپا برد کنک نسازه بگو بده تنظیم خانواده کاری بکن که داره استفاده، بچه که از دوتا بشه اضافه پاکر دوتا رو میکنه کلافه، پاکر دوتا رو میکنه کلافه. بشنو من شاد و مات خوشی گل و شاخ شمشاد، درد سرا رو میگم چاره کار رو میگم. بچه دکتر میخواد بچه، دوان میخواد بچه، لباس میخواد بچه، گیبه میخواد، قلمه میخواد، کتابه میخواد، توفکه میخواد، میوه میخواد. زیاده که باشن بگو ویلون میشن، ناخلف و سرت گنادون میشن. مرد که نگو بچ دو برابری خد، بدتر از اون خونه میشه هر جمعت. بگو بده تنظیم خانواده کاری بکن که داره استفاده، بچه که از دو تا بشه اضافه پاک هر دو تا رو میکنه کلافه، پاک هر دو تا رو میکنه کلافه. بچه کمتره زندگی بیتره. متشکرم رضا. بعد از ما دیگه نوبت توه. نوبت منه؟ آره نوبت توه. ماه عسلمون که تموم شد بلا فاصله خونه 3-4 طبقه رو واسط میسازم و بعدشم میریم اون دختری که خیلی دوست داری واسط خواستگاری میکنیم. ای بودو داشت مگه تو کسی رو دوست داری؟ پس چرا به خواهر چیزی نگفتی؟ آخه نمیتونستم بگم، ولی ممکنه یه روزگاری مادر بزرگا واسه نوه هاشون بگن که یه ریزا باسلوحی بود
قلب مهربونی داشت. اون یه وقت عاشق یه دختری شده بود، حاضر بود جون براش فدا بکنه، ولی بالاخره کسی نفهمید اون دختر چی بود. امیدوارم به پای هم خوشبخت بشی. من دیگه میرم. خدا مرحمت شما زیاد. کجا